به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی من، بنده امروز برای شمایان درباره حیات یک مادر مهربان که الحال در وطن ما و شما زندگی دارد نقل می نمایم. و اینو از ما یک برادر اهل اسلام از یک شهر روسیه با وسیله تلفن زنگ زده خواهش کرد که برای برادر کلانی و کمی پندان درس کرده و جای عزیز آنها را مخفی نگه دارم. و البته اگر در وقتی گفتن حدیث یا که سخن اگر به خطا راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. و البته بنده درباره پدر و مادر سخنهای بسیار گفتم و تا حال گفته ایستادم، لیکن اینها برای پدر و مادر تا حال کمند، زیرا پدر و مادر این گوهر هر یک خاندانند. رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند هر که نزد پدر و مادر خود با آداب نشسته همراه آنها با سخن نرم تکلم کند، الله تعالی آن بنده را مغفرت گرداند. روایت میکند ابو ذر غفاری رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی به زیارت قبر پدر و مادر خود رود، در هر قدم آن الله تعالی 100 حسنات عطا کرده 100 خطایا را از دیوان اعمال آن محو گرداند. و این برادر در زنگ تلفنی به ما نقل کرد. مادر این برادر 7 نفر فرزند را بدون شوهر به بیار میرساند. یعنی این مادر با مهر و محبت 7 نفر فرزندان خود را 25 سال تربیت کرده. امروز میبیند که از فرزند کلانی او هیچ عاقبتی نیست. شوهر این مادر در سن 38 سالگی فوتیده. تمام مشکلات این زندگی بر عهده این مادر میماند و این مادر با مدد الله تبارک و تعالی فرزندان را به وی میرساند. لیکن اون فرزند کلانی که این مادر با مهر و محبت هر یکی اینها را کلان کرده بود، به این مادر با دشمن‌های قبیح و بازخوان‌های بی‌ادبانه رفتار میکند. ای برادر، در خاطر دار که رضاگی الله تبارک و تعالی از رضاگی والدین است. حتی گرچند اگر مادر ایمان نداشته باشد هم، یعنی ایمان به یکتاپرستی نداشته باشد هم، تو قرض داری که احترام مادر را در جایش گذاری. زیرا ایمان نداشتن و داشتن او این را الله تبارک و تعالی در روز محشر خود سزایش را میدهد. لیکن در دنیا قدر پدر و مادر را در جایش گذار. شکرانه که پدر و مادر تو ایمان دارن. پس ای برادر اهل اسلام، از بهر اون سخنهای هر گونه همسر خود به مادر خود داد مزن، زیرا تو میتوانی صدها مراتب همسرگیری و لیک پدر و مادر در دنیا یکتاند. البته الهی الله تبارک و تعالی به هر یک شما این بخت و سعادت را نصیب گرداند، لیک پدر و مادر این دولتی بی‌بای هر یک انسان. مادر سرچشمه اساسی این زندگی بوده. شاعر در مصرعهای خود چنین میگوید یک شب رنجی که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. یعنی که اون یک شب رنجی که مادر میکشد تو 1000 سال 200,000 سال خدمت کنی هم قدر آن را پر گرداند نمیتوانی. چون روزی هر یکی ما شنیدیم یک قصه را که یک مردی مادر خود را در کتف خود برداشته به مکه مکرمه میبرد و در راه به خداوند تبارک و تعالی میگوید که یا الله، من مادر خود را از خانه به مکه به کتف خود برداشته آوردم. آیا ثواب این مادر را ادا کردم؟ با امر الهی یک ندایی میگوید ای فرزند آدم، با این کار تو عذاب یک شبه اون مادر را ادا نکرده ای. پس تو در خاطر دار که
تو را مادر 25 سال هم پدر و هم مادر به وی رسانیده. مهر و محبت خود را به تو صرف کرد تا اینکه آینده به مادر خود خدمت کنی. لیکن امروز تو به اون سخنهای نابکارانه همسر خود گوش کرده و مادر خود را به کارهای من کاردار نشو یا اینکه فلانی و دیگر گفته دشنام میدهی. در خاطر دار که اگر تو تا حال توبه نکرده باشی وای بر حالت. ای برادر، در خاطر دار این عمر 2 روزه است و تو نمیدانی که در کدام حالت ترک این دنیا میکنی. بسیاری برادران گریه از آن دارند که در وقت جاندهی مادر در نزدشان حاضر نبودند. روز یک برادر به ما زنگ زده گفت که برادر، پدر بیمار من مرا چندین مرتبه گفت که فرزندم بیا بارید ببینم، لیکن من نرفتم و امروز فکر میکنم که پدرم از من نارضا است. پس ای برادر، تو مادر داری، رضاگی اون را به دست گیر. تو مادر داری، احترام اون را به جا آر. البته ما فرزندان خطاگی های زیاد داریم، ولی مادر مهربان هر یک خطاگی ما را میبخشد. پس برو دستان مادر را ببوس و به اون خطاگی هایی که تا این دم کرده بودی توبه کن. خب از ما فقط یک مرتبه گفتن است. و الهی الله تبارک و تعالی اون فرزند کلانی این مادر را برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گرداند و عقلی او را سالم کند. روزی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با همراهی صحابگان نشسته صحبت میکردند و در همین وقت مردی آمده سلام داده. گفت یا رسول الله، عبدالله بن سلام در حالت نفس رسیده، زبانی او به کلمه نمیگردد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراهی صحابه ها به بالین او رفته نشسته گفتند یا عبدالله، بگوی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و این محمدا عبده و رسوله. بن سلام کلمه را گفتن نتوانست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا بلال، رفته از زوجه عبدالله پرس که شوهرت در دنیا چه عمل شرع داشت. بلال رضی الله عنه به فرمانده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفته از زنی او پرسید. ضیفه آن گفت یا بلال، به حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد ندارم که شوهر من یگان وقت از نماز فریضه 5 وقتی از جماعت مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مانده باشد و هر روز چیزی صدقه نداده باشد. هیچ کار شرعی او را نمیدانم مگر اینکه مادری او ناراضی باشد. بلال رضی الله عنه آمده سخن زنی او را تکرار کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مادری او را نزد من بیارد. بلال رضی الله عنه نزد مادر عبدالله رفته گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو را می طلبد. مادر آن گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرا برای چی طلب می کند؟ بلال رضی الله عنه گفت پسرت عبدالله در حالت نوز رسیده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که تو را از او راضی گرداند. مادر عبدالله گفت به حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که من در دنیا و آخرت از عبدالله راضی نیستم. بلال رضی الله عنه آمده سخن مادری او را رسانید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عمر و حضرت علی رضی الله عنه را فرمودند که زود رفته مادر عبدالله را بیارید. در حال آن دو یار کرام رفته مادری او را آوردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند یا مادر، به سوی پسر خود نظر کن که به چه حال رسیده است. مادرش نظر کرده گفت یا عبدالله، به حق خداوند عالم که من راضی نیستم از تو، نه در دنیا و نه در آخرت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که ای مادر، از خدای عز و جل بترس و از پسر خود راضی باش. مادرش گفت چنان راضی شوم که از برای همسر خود مرا ضرب کرده، از خانه خود برآورده مرا راند و مرا آزار بسیار داد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای زن، اگر من به تو حق پیغمبری دارم، تو امت من باشه، از پسر خود راضی باش. مادر گفت یا رسول الله، شما و این همه صحابه ها را شاهد کردم که از پسر خود عبدالله راضی شدم. بعد از آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند یا عبدالله، گوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
در حال عبدالله کلمه شهادت را با آوازی بلند تلقین کرده به جواری رحمت الهی پیوست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تجهیز و تکفین او را کرده نماز جنازه خوانده دفن کنند و گفتند: یا معشر المسلمین، احوال عبدالله بن سلام را مشاهده کردید که تا مادرش راضی نشد خدا راضی نگردید، پس پدر و مادر خود را از خود راضی گردانید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. پروردگارا، ما بندگان عاجز و گناهکار را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گردانده. قلبهای ما را پاک، ایمان ما را مستحکم و اراده ما را قوی کن و مهر و محبت ما را نسبت به والدین مستحکم کن و رضایت والدین گرفتن را به هر یک فرزند نصیب گردان و آن شخصانی که پدر و مادرشان ترک این دنیا کردند الهی رحمت و مغفرت گردانده شایسته جنت بگردان. آمین یا رب العالمین.